هفته بسیار پرتلاطمی رو سپری کردیم هممون. خیلی اخبار هیجان انگیز و محیر العقول و عجیب و غریب و غیر قابل باور و اینها پشت سر هم هی می اومد. بعد خبره می اومد میگفتن او این خبر رو دادن که ما اون خبر رو فراموش کنیم، نه اون خبر داره میاد که ما این مسئله یادمون بره. اینا اصلا راحت باشید، کسی با شما کاری نداره. هر خبری رو دوست داشتید یادتون بمونه، هر خبری رو هم دوست داشتید یادتون بره. تمرکزتون رو در لحظه میتونید رو چند تا خبر بذارید. اصلا این شکلی که شما فکر میکنید، من به شما قول میدم به عنوان کسی که کارم اینه، اون قضیه که میگن مدیا کنترل میکنه شما خبر نه، اون مال یه جاییه که مثلا خیلی مدیا قدرت، این 4 تا خبرگزاریه و یه دونه وبلاگ و اینا، اصلا این تلویزیون یه دونه وی او دی که اونا منم، اگه قرار کسی شما رو کنترل کنه منم که نمیکنم. خیالتون راحت باشه.